الو. آره داداش همین الان آبجیتو دیدم تو پارک. من پسرا رو میگیرم بیا اینجا بیا نرو بیا دارم دوربین مخفی میگیرم بیا. کیه این خانم عمرتو گذاشتی پایین؟ این اصلا به دردت نمیخوره. الو سلام داداش. این آرایشگاهی که گفتی موهاتو خراب کرده دم ایدی همینیه که تو کوچه مطهریه؟ چی داش؟ همین که نوشته مستر پژمان. موهای رفیق منو خراب کردی؟ داداش نارنجک درست کردم الان میندازم پرپرش. بیا داداش معذرت میخوام که قول جانو بشونی؟ ببخشید آخ دل پیچم گرفتم. تو گوزیدی ریدم؟ نکن واقعا؟ ریدی واه داداش من معذرت میخوام. داداش من ریدی که ما رو غنی کردی. داداش من اصلا به دست نزدم تو من فشار دادی اینجا یکمه. من معذرت میخوام ازت. مشتی عیون کردی. داداش من عذر میخوام دست خودم نبود فشارم دادی ریدم. ببخشید داداش. من معذرت میخوام. بابا یه لحظه بذار من یه دستشویی برم بهت زنگ میزنم. خانم یه لحظه این خر منو میگیری من یه لحظه برم بیا. خانم خواهش میکنم از شما یه لحظه خانم بگم میذارم اون هیچ کاری به شما نداره. واقعا خره دیگه خانم پس چیه یه لحظه شما به من اجازه بده. برفی جان همینجا بمون باشه بمون من میام. معذرت میخوام ازتون. من میخوام برم به این آدرس. شما میدونید از کجا باید برم؟ این آدرس پایینیه. پایینیه؟ آره خیابون دولت. این چهارراه رو بریم پایین سمت رو. به نظرم از شریعتی بریم راحت تره ترافیک نداره. ممنونم ازت. دست شما درد نکنه لطف کردین. آخه شما این چی کار میکنید؟ جان؟ شما این چی کار میکنید؟ من خرم دیگه. من همین الان صاحبم اومد اینجا 2 ساعت دنبال سرویس